رفقا سلام. از روزی که این پیجو زدم با خودم قرار گذاشتم هیچ مطلب سیاسی به نفع یا علیه کسی توش نذارم، ولی از دیشب مسائلی دیدم که پر از بی‌انصافی بودن و واجب دیدم که در حد 2 اسلاید استوری باتون حرف بزنم، چون ما به جای حرف هم دیگه رو میزنیم، به هم فوش میدیم. هر کسی هم ناراحت شد میتونه بره. من دلم نمیخواد رفتنتون رو ببینم، من دلم نمیخواد تو غم هم دیگه شاد باشیم، تو شادیای هم دیگه غم گیریم. ما یه خانواده‌ایم. ولی چیزایی که دیدم پر از بی‌انصافی بود. من منتقدم، ولی منتقد منصف. بله مشکلات خیلی زیاده، ولی مگه انتظارمون از این مسئول چیه؟ من انتظارم از مسئول اینه که به جای اینکه بشینه تو کاخش صبح پاشو ما رو ریشخند کنه، پاشو بده دنبال مشکلات مردم، دنبال حل شدنشون. شاید نشه. من حداقل خوشحال بودم که یه نفر داره میدوه برای حل مشکلات مردم. من خدا رو شاهد میگیرم که من نمیخوام حرفمو به کسی القا کنم، نه نظر کسی رو عوض کنم، ولی من میگم منصف باشیم. ما اتفاقاتی رو دیدیم که من امیدوار کرده بود. ما خزانه خالی دیدیم که پر شد، ما استقراض دولتی دیدیم که پرداخت شد، ما قطعی برق رو دیدیم که 7 ساعته حل شد، ما پروژه تامین آب شرب اهواز رو دیدیم، ما آبشیرین‌خونه‌های بوشهر رو دیدیم، ما حل تنش آبی اصفهان و چهارمحال و یزد رو دیدیم، ما تامین آب خنک‌سازی صنایع فولاد رو دیدیم. من هر روز میرم این مسکنای ملی که هر روز دارن پیشرفت میکنن میبینم و خوشحال میشم، چون قراره یه خانواده با تحویل 1 کلید واحد خوشحال بشن. بزرگترین آبشیرین‌خونه جهان به زودی در سیستان و بلوچستان افتتاح میشه. به احترام مسئولی که تو میدونه باید ایستاد و کلاه از سر برداشت. من با جرئت میگم خدا رحمت کنه سید، هم تو رو هم تیمیاتو. دمتون گرم.